به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان عزیزم، اگر دوستی به ما خبر دهد که در فلان شرکت کاری هست نه چندان دشوار و بر عوض هر یک ساعت کاری $1000 مزد می دهند، طبیعی است که همه کارمان را یکسو گذاشته به سوی چنین کار می شتابیم و با کمال میل قبول کرده به آن مشغول می شویم. طبیعی است، زیرا انسان برای زندگی می باید مال و درآمد به دست دارد. اگر مال اساس حیات اینجاست، باید دانست که برای حیات آنجا نیز مال خاص آنجا لازم است که آن اجر و ثواب ها هستند. رمضان برای پول و مال آنجا را به دست آوردن فرصت طلایی است که فرا رسیده است. کارهای سردرآمد در بازار رمضان زیاد است، اما بیایید اینجا همچون مثال تنها به درآمد تلاوت قرآن بنگریم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث خود می‌فرمایند: من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف و میم حرف. هر که یک حرف از کتاب خدا بخواند، در عوض آن حرف برایش یک ثواب نوشته می شود و هر ثواب نزد خداوند به 10 چند آن برابر است. من نمی گویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف و لام یک حرف و میم یک حرف است. یعنی به خواندن این کلمه کوتاه نه 3 ثواب بلکه 30 ثواب نوشته می شود. از این حدیث صحیح برمی آید که اگر شخص مثلا سوره اخلاص یعنی قل هو الله احد را تلاوت کند، 470 ثواب برای خود حاصل می کند. و اگر مثلا سوره نبع را یعنی سوره عمه را بخواند، 1730 اجر به دست می آورد. اگر نفر مال آنجا را چون مال اینجا دوست دارد و خواهد باز هم از آن بیشتر به دست آورد، می تواند مثلا سوره یاسین را بخواند که 3010 حرف دارد و به خواندنش 3100 ثواب را از خود می کند. شاید خواننده با همت عدد همه حرف های قرآن را دانستن خواهد، چون عزم و اراده کرده است که در این ماه ختم پره خواند. مژده برای چنین نفران. عدد حرف های قرآن 322,000 حرف است. ختم پره قرآن بیشتر از 3 میلیون ثواب دارد. از این خاطر اگر نفسمان در این فصل اجر و پاداش سوی تنبلی میل کند، باید برایش گوییم: ای نفس من، اگر برایت $30,000 پیشکش شود، ساعتها بلکه هفته و ماهها با کمال شادی مشغول کار شده میتوانی. نه خستگی میگویی نه تشنگی، در حالی که این 30,000 مال و ثروت اینجاست و رو به فنا و زوال است. اما چرا برای از خود نمودن 30,000 ثواب که امکان دارد در کمتر از 1 ساعت به خواندن سوره یاسین به دست آری سستی می نمایی؟